گفتاری ادبی. شنوندگان عزیز، حالا گفتاری ادبی را از روی اثر نویسنده خوش سلیقه شریف خلیل در قرائت مغفرت یوسفی پیشکشی شما می‌گردانیم. رئیس. پس از نیایشی بردوام دست برو کشیده، سری جای نماز چهارزانو نشست و هیئتش لنج در حالی که یک حسی مخشوش به کل اعضای پیکرش می‌دوید به تفکر رفت. چشمانی سرخ و آبرو و نهایت در خانه خودشان فرو رفته را به هم آورده به صدای دل ناآرامش گوش انداخت. روزهای آخر دلش نامرتب میزند. بعضن قفس سینه‌اش وزنین سیم سیم درد هم میکند. چند لحظه پیش وقتی که به رکوع میرفت، قلب نالانش در پنجه بی‌مروتی دردی نامفهوم فشار یافته این مردی از همه کس و خسی عالم آزرده را به واهمه می انداخت. از عنایت یزدانی بعد از لحظه که گیره درد بی امان خود از خود کشاده، نفس گرفتنش هم قدر رایج گردید. تنش عرق سرد فراورده ذره خود را سبک یافت و به درگاه پروردگار شکرانه ها گفته نمازش را به زور به پایان آورد. اینک روی جای نماز نشسته است وی. اکنون به هیچ ذوق نگاه چشمان خیره‌اش را به 4 حد خانه دواند. خانه روشن است. از دو تیره‌زه ترپرده های آهریشان به جانب ها برچیده یک دسته انوار بیرشیمی آفتاب در آمده محیط آن را منور می سازد. از پله نیمکاف آنها هوای تازه وارد شده صفای خانه را تأمین می کند. در این وقت و ساعت که خورشید عالم رو به غروب نهاده است، نهایت بر هواست خانه. اما از چی باشد در آن نمی غنجید رئیس. نفس تنگ می شد. وی دست مانده مهین مهین گلوی خود را مالید و یقین بغضی در آن گره خورده را نرم ساخته تا راه نفسش روان گردد. با اذیت آب دهانش را فرو برد. دهانش بی مزه، گویا کوچوله خاییده باشد، تلخ. بعد از بالای کرته آب شسته‌اش دست به خانه دل گذاشت. هنوز در مقامش ناآرام بود. دلی بیچاره‌اش فیغان داشت آن مشت از کویر سخته پیکرش. خودش نمیداند چی بلای زد وی را. چرا ضمیرش این طور یک و یک باره تلاطم میکند؟ در خانه خود به تنگ آمده پیوسته عصیان میکند. شاید غم و اندوه ایام آخر به او گران افتاد، یا کی میداند از قضا پیمانه‌اش. به هر حال از تلاطم ناگهانی دلش سخت ترسید.
ترسید که مبادا حتی در این بابت رایج اندیشیدن دردناک است. رفت و با امر جان به جان آفرین سپرد. حالش چی می شود؟ یقین یگان بنده خدا خبر نمی یابد. نه فرزندان، نه حق و همسایه ها، نه دوستانی اکنون کم شمارش و نشأه او روی خانه زار و خار به صاحب مانده. یا الله، از روزهای گنده خودت پناه بیده گفتو پیچی راست زده و در خود غنچه گشته نگاهی پر استرابش را به اشیای خانه، جوانی قدیمه ساخت، چراغی در شیفت آویزان، دیوان و کرسلای زمان انگشت نما و اکنون کهنه کوچاند. آه کشیده از تصوری پیامد آن عاقبت وزنین بدتر اندوهگین شد. یک وقتها این خانه و دالانها حدالامکان مالامال نشاط بودند. غمگین به یاد آورد رئیس. از خنده و شوخی های فرزندان، از حضور پیوندان، یار و دوستان پر بودند و آن دمها کمپیر مهربانش هم حیات بود. شادی روزگار و نشاط سرشار زندگی را در این منزل و مکان مخصوص تأکید می ساخت رحمتی. غمی آزار شوهری بدگوهر را گویا دیدم نمی گفت وی. گویا فرشته بود که از وجودش پیاپی شادی می جوشید. لبانش مدام مایل خنده. وی خوب در خاطر دارد بعد از آن که فرزندانش پرانچک شدند، آنها عائله بدولت که بودند عذاب ندیده یکی را به شوهر گسیل نمودند، سر دیگری را جفت ساختند. خلاص باری شانه اشان کاملا سبک و از قرض خود خلاص شده اکنون به فراغ دل حیات پیش بردن میخواستند که میان دست و پا محبه بداری بقا پیوست. زوجه در رحم و شفقت به همتایش، غمزده و نهایت با وفایش، فرشته‌اش. رئیس به درد لب گزید. با آب چشمانش را با پشت دست پاک کرده اقلاً یگان جای کم درد میکند میگفت خیر گپی دیگر بود. آدمی سیب صحتی به دو پای خوش و خرسند راست گشتگی توبه کردم خدا جان. ای وای بلا بر پسی همین دنیای نامرد. گفت نیم شنوا وی. می گفتند که وفا ندارد این عجوزه بدگوهر، شفقت ندارد این مکاره ناصر. جیز و بیز می سوزانده است و همان لحظه بر روغن خودت بریان هم می کرده است که خبر نمی یافته ای. رئیس باز آه کشید. این دفعه سوزانتر و لب دامن جیلکش را بروی زانوان خوابانده معنیدار به جانب تیرزه نظر پرداخت. از پس پنجه های سیربرگ درختان گذشته به خانه انواری در این بگاهانی ملایم آفتاب می در آمد.
همچنین از چشمک کشاده تیره‌زه هوای بهاری وارد می گردید. وی مدت به منظره پس تیره‌زه می گریسته خسته و آزرده از دل گذراند که هنوز به نماز شام فرصت هست و قلب ناآرامش همون دم سیم سیم خلیده چشم از تیره‌زه برداشت، با تأسف برچید نگاهش را و سر خم نموده از نو به فکر فرو رفت. فراموش نکرده است وقتی که کلید سعادت در جیبش بود و دامن خوشبختی ها در دستش و میخوردهش در پیش و ناخوردهش در قفا مسرور زندگی میگذراند. وی را یک دستی نیرومند ناگهان از آستین آسمان ها کنده به ذلت روی خاک شیناند. آه، بالای خاک و خموچ روی توده توده گندگی. از آن روز آغازن چشمانش ماش بر این کشاده شده از حقیقت حیات گویا خبر یافت. واقف گردید که قفل کشای همه اسرار عالم پول و مال نبوده است. در نزد غضب پروردگار بنده‌اش بگذار مثل او رئیس یک زمانه ها دولتش سرشار باشد، عاقبت حقیر و ناتوان میمانده است. از دستش یگان کاری کرایی نمی آمده است. این حقیقت تلخ را اکنون موریدش آمده فهمید. زمان درک نمود که پس از وفات محبه با 3 بار خانه‌دار شد، اما به خوی بدی رئیس تاب نآورده سال نگذشته آن بیوه ها گریخته رفتند و او در چارسوی زندگی به محرم تن مونده اذیتی به مثل دید. به دست نوازش زار شده آب دیدگانش چک چک ریختند. جدایی از نیمه تن زنی رازدان و نازبردارش به او خیلی سنگین افتاد. با سفری به بازگشت وی فیض خاندانش نیز پریده کنون به سرش به ایست سنگ ملامت می بارد. این ضربه ناگهان قامت راستش را خم و میان بردمش را شکست. باز در همین ایام برایش مرکب ذیل زمانه ها تغییر یافته از منصبش، مال و منالش، دولت و ثروتش نیز جدا گردید. در یک دم جدا گردید. گویا کلشان یخپاره باشند آب شدند و رفتند. انا بعد غم و اندوه دوم ها دوم دامنگیر شده عاقبت وی مردی همیشه خوشبخت پیشگه نشین دوره ها از عالم و آدم کناره جست، خانشین گشت. مگر همین قدر هم بی‌وفا می شود دنیا؟ نامرد ناعیان مشت گیره ساخت وی و چشمانش میل میل دوباره زیر زبان گفت کجایند آن ایامی مسرت بخش؟ همه‌اش بیهوده بوده است.
بینی کشیده سری این دم از اندیشه ها گرانش را پایین انداخت. پی هم آه کشید و آهسته پیشانی پرچینش را مالیده با ندامت لب زیر دندان گرفت. قطره قطره اشک سوزان هم از دیدگان غمگینش زهیده و مدت در پرتو آفتاب بیگاهی درخشیده پس سرازیر افتیدند. حیات عجب گردش هایی داشته است و مرکب و نهایت به شفقت بوده است. نه به شاه مروت می کرده است، نه به گدا ترحم. نگاهی چشمانی نمش به دری در آمد با تأسف از دل گذراند. وی باز در دنیا مکافات عمل نام چیزی وجود داشته است که بندگانش نباید از آن غافل باشند. آخر در این عالم دودر کسی نیست که به مکافات برود. من مثالش. وی هم هرچی در حیات کاشته بود فرصتش رسیده می درود و به این خودش امین است. خداوند به دو چشم سرش چنان نشان داد که ها اکنون کدام انگشتش را بگزد یا از علم فروزان و پشت کدام دست دندان بماند. در هر مورد درد میکنند آن اعضای آزاریابنده تنش. میداند که حالا از کرده های خود هزاران بار پشیمان باشد هم سری مثل قرود قاقش را به 100 در و دیوار زند هم سودی ندارد. میفهمد که آب رفته را باز پس گرداندن ناممکن است. یک عمل بیرون از توان بندگانش است. اگر عقلش همین عقل پریشانش پیشتر در آمده دنیا را از هر جهت به ترازوی عقل انداخته می دید، اطوار خود را هم سری وقت از ایلک آدمیت می گذراند و اقلاً به فراویز دهانش نیک نظر می کرد، شاید به این احوال گرفتار نمی ماند. ممکن امروز در گذشت عمر اینقدر به مصیبت نمی پیچید. آنها فرزندانش یک پسر و یک دختری اکنون به خانه و جای هم دلسوزانه زود از حالش خبر گرفته نمی گذاشتند که پدرشان تنهاگی را حس کند، زیاده عقوبت بیند، نهایت روزگار چراغان به سر برد. اینک نور دیدگانش به پدر چندان مهر ندارند. معاملهشان سرد است. گویا از پشت و کمری مطلقا بیگانه رویده باشند. از پس پنجه می نگرند، بی فرق می نگرند. پس معلوم می شود که در گذشته وقتی به آلایشی بچگیشان قلب نازکشان از اعمال بد پدر به برکش زخم‌های ناسور برداشتند. پس تا امروز کردار او را فراموش نساختند، شاید هرگز از یاد نبرند. اما چه علاج؟ به همش خودش عیب دار است. باز کیم گناهگار می بود؟ آنها میوه های عمرش نیز از بددهانی او خیلی آزار دیدند. یادش هست که کدام یک شبی بیداد زمستان
مستامست زنش را با 2 کودک نوپا از خانه رانده بود. باز یک بار نه، چند بار تکرار یافته بود چون این کار. زوجهش کو الها جایکش پیشگه جنت باشد، وقتی زندگی زهر زبان و ضرب مشت و لگد وی را فراوان چشیده است. اما بیچاره دمش درون می گشت به کاری روزگار اندرمان شده. رحمتی ناعلاج جفای شوهری بدگوهر را با صبرانه تحمل میکرد. لیکن چی شد عاقبت؟ شاید از دلازاری او بود که همسرش اکنون فهمید که زنی بی غباری سراپا لطافت بوده است. او درون غصه ها خورده آخر در یک نفس به سوی خالق خود رفت. جوان رفت آن مشتی پر، روزی روشن را ندیده و امروز بری رئیس نامداری در زمانش پیشکار، رهبری خیل اداره ها. الها رئیس نشده در تنگنای مزار می رفت. او خالیست آغوشش و جایگه خوابش نیست، چون بغل برفستان کوها سرد است. خدا جان ببخشا این بنده پرگناهت را. پیچ به زبان آورد رئیس و با سری خم باز به فکر رفته چرا او یک عمر بدگپی بددهان بود؟ چرا این قدر دلازار بود؟ هرگز نمی فهمد. ناعیان آب دهان فرو برد و از طبیعت مرکبش در بدل این چند سال تنهایی سخت در تعجب مانده، گشته و برگشته حیران شده و ناعلاج گریبان قبیده. حالا از چی بود که برق آسا از دل گذران؟ پس سیریشت خودش از روزی ازل ویران بوده است. یا کی می داند خاکش مردار بوده است و از آن لایش را وزنین تر شوریدهند که فرجام کار خیر معلوم همه پس منظرش، وگرنه شاید باز خدا می داند. تعجب ورزیده و علمی سوزان در سینه دوباره گریبان قبید وی. شمالی بیگاه روز از نو جان گرفته، پله نیم کافی تیریزه را گذشته روی خانه به سیر آمد و به مشام رئیس بوی گوشت بریان را رساند. یقین از خانه همسایه پهن می شد. این بوی اشتها انگیز. وی ناعیان آب دهان فرو برد و روده هایش به غلیان آمده نهایت پی برد که خیلی گرسنه مانده است. یک زمان همین خیل بوی های خوشی طعام های خیل به خیل از خانه او به سوی حولی های اطراف می رفتند. اکنون برعکس، از آن جانب ها به خانه وی آمده زود علمش را آورده خاطراتی خفته را بیدار می سازند. او را به یاد زوجه شادروانش، یار و دوستان اینک پی و قدمشان کاملا کنده می برند. رئیس در دام خاطره های نو و کهنه وزنین از سری جای نماز
خیست. با کدامین اندیشه نزد تیریزه آمده، دو دست در قفا هیکلوار راست ایستاد و چشمش به آفتاب افتاد که در پسی شانه درختان رست می شد. بعد از چند نماز شام هم فرا می رسد، اما گرسنه است وی. اگر نبیرش رحمت جان پسرک دخترش فرزانه یگان دمی گرم نآرد، این شب را با شکمی گرسنه پایان خواهد آورد. باز هم شکر میگوید که پسر و دخترش هستند. آنها در حوالی پدر زندگی نکنند هم بعضا آمده و رفته کم و بیش از حالش واقف میگردند. خود نمیتوانند فرزندانشان را میفرستند که از حال بابا خبر گیرند. باز از این و آن طولانی فکر کرده فرصتش رسیدن پس بیدلان نماز شام را خواند. این دفعه زود از سری جای نماز خیست. خانه به کام تاریکی می رفت و او چراغ را روشن نمود. در یک دم به اشیای خانه گویا جان دویده به صورت ازلیشان نمودار گشتند. برابر این دل تاریکی رئیس هم گویا ذره روشنایی یافته بود که از پسی دروازه آهنین رنگ خورده صدای جانخراش کودکانه به اطراف طنین انداخت. که آمیخته با جکیدن گلدراسی سگ به گوش رئیس نشسته او را از ورطه اندیشه های بی آخر رهاند. با صدای رد آسای عکاسی سگ بلند شد. بعد چون برق شیراسی ترسالودی بچگانه رئیس آوازی نبیرش رحمت جان را شناخته خیالش به 100 کوی رفته کلمیده بود در پیش راه به در و دیوار برخورده افتاده و از حول جان دوباره برپای شده به سمت دروازه شتافت. تور بدبخت نرس، گفتم نرس. با صدای بدواهیمه سگ و چیراسی بچه بلند گردید. خراباش تور. باز آواز انداخت رئیس موسفید که حالا به دم دروازه رسیده چیخل از آستان حولیش بیرون قدم گذاشت. خود بیخبر ماند. اما همین آن به دلش به قلبی در دوام روز نالانش گویا خنجری خسته باشند. هستیش سنگین گشت. مشتی به تهدید برداشتهش در هوا معلق مونده. با دستی دیگر سینه‌اش را به چنگال آورد. در دماغش بوی آشی پلوی اشتها انگیز و در گوشها صدای مخلوطی سگ و آوازی جانخراشی نبیره. جسمی بیمدارش
در دم دروازه یک پلش باز آهسته شاریده به زمین افتید. وجودش لحظه در پنجه درد بی امان تپیده، بعد از پس شراره های بی عدد رقصان که او را ناعیان به کام تاریکی مرموز می خواندند، گاه پدید آمده و گاه با تمام غیب زده، با همه منظره شام خورده اطراف آمیزش یافته و خیره خیره رحمت جان را دید که شاید از ترس یا یقین از غضب قره‌باش به عقیبش ننگریسته می دوید، بلکه می گریخت و باز وجاهتی واهمناک سگ همسایه را دید که دومش را غالبانه جنبانده از تگ چشم به او بدقهر می نگرد. نگاهش یک دسته آتش را می ماند. وی از قفای رقیب گریزان زفرمند جکیده و به آش پلوی اکنون خاکالود حریصانه دهان زده و دانه های برنج را از میان شکسته های لعلی چینی با زبان چینده چینده به رئیس حالا کاملا خاموش تهدیدآمیز می غورید و دندان سفید می نمود. شنوندگان عزیز، شما گفتار ادبی را در قرائت مغفرت یوسفی شنیدید. گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین، گویمت این نکته جاهل یاری نادان می شود. گر که تو عاشق شدی هوشیار شو بی غم مشین، عاقبت جانت بدامی مکر جانان می شود. گر که تو عاشق شدی هوشیار شو بی غم مشین، عاقبت جانت بدامی مکر جانان می شود. رحم بر ترسو نمایی آیدد درد و علم، روزی خوش را هم نبینی و به خود سازی ستم. سوی بیتی ناکسان مهمان مشو کم نه قدم، بی نوا لیکن زی مهمان شاد و خندان می شود. سوی بیتی ناکسان مهمان مشو کم نه قدم، بی نوا لیکن زی مهمان شاد و خندان می شود. آخری مختون کلی بر خشتن یک دم نگر، نیک باش و نیک رای از بد همیشه دورتر.
بایدت بی فرق بود قول و عمل از یک دیگر. بی عمل هر کی سخن گوید پشیمان می شود. بایدت بی فرق بود قول و عمل از یک دیگر. بی عمل هر کی سخن گوید پشیمان می شود. ای برادر سیم و زر یابی اگر از خود مرا، این همه بیهودگی بر جان نادان دشمن است. این همه بیهودگی بر جان نادان دشمن است.